یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد لحظه پورگیری یک کارمند بدعه در پایتخت تاجیکستان را ثبت ویدیویی کرده است. او با ارسال این ویدیو به اداره بامداد خبر داد که این حادثه شب 20 ینور سال جاری ساعت 18:30 در استکاد میکروریون 82 روی داده. کارمند گئی در اینجا با ماشین تمغه تویوتا کرولا رقم قید دولتیش 9991 CA01 به شکار یا به نظارت حرکت واسطه های نقلیات در راه مشغول بود. در ویدیو دیده می شود که چگونه یک راننده به ماشین کارمند گئی نزدیک شده در پیش آن را می کشاید و هم خودش اخی کارمند را در داخل ماشین گذاشته باز خود را بیرون می کشد و در را پوشیده به پیش ماشین خودش برمیگردد. در پاسخ به سوال ما که چند سوم گرفت، مؤلف نوار گفت راست گپ اگر 5 سوم موندی به گیه های دوشنبه میگویند چی من تو در گدایم یک شی دیگر کوش کن قتیش. گیه های ما در پایتخت کته زنند، خلاصه از 10 سومونی کم گپ نمیزنند. مقامات وزارت کارهای داخلی را در جمله دهات های فساد زده تاجیکستان نام میبرند. یک مایه بدنامی این نهاد همین کارمندان بدعه است که بسیارش در راه روی راست از رانندگان پوره طلب میکنند و رشوه و کروپسیا برایشان یک امر معمول و حتی میتوان گفت طرز و روش زندگی شده است.